اینجا کجاست؟ چرا قدیمیه؟ ژاپنه. مسخره بازی رو تمام کن. دارم میگم اینجا ژاپنه، سال 1945. یعنی واقعا کار کرد؟ آره دیگه. تو واقعا نخبه ای؟ اینطور میگم. خب دختر احمد چرا من آوردی اینجا؟ من مردم. به درک. الان چطور باید برگردی؟ باید برگردیم داخل ماشین، دکمه قرمز رو بزنیم برگردیم. برو داخل برگردی. نمیشه که. چرا؟ بین هر سفر باید 2 ساعت دستگاه خاموش باشه وگرنه موتورش میسوزه، امکان داره توی یه تاریخ دیگه وایسی. پس بشین اینجا تا 2 ساعت پر بشه. چی میگم؟ پس ژاپن خیلی پیشرفته است. اینجا بافتش شبیه شهرهای کوچیک خودمونه که. الان 80 سال پیشه ها. یعنی 80 سال پیش اینطوری بودن. ببین 80 سال دیگه چطوری میشن. حالا با مامانت ازدواج کردم، معسل میارمش ژاپن. ببین شرط و باختی ها، دستگاه کار کرد. یعنی چی؟ یعنی فکر مامان منو از کلت بیرون کن. خودت قبول کردی اگه ماشین کار کنه ازدواج نمی‌کنی باش. شرط و باختی دیگه. اولا شرط حرومه، دوما شرط مثل مهریه میمونه. کی داده کی گرفته. خیلی نامردی. حرگیدیه. چی میگی؟ این نگیریه چونیه؟ خوش داد. دستتو بگیر بالا، مگه تفنگش نمیبینی؟ آقا ما توریستیم، سرجم 2 ساعت مهمونتونیم، سریع برمیگردیم. چی کنستا؟ به خدا این داره فوش میده. امریکا. امریکا. چی میگی؟ ما کجا آمریکایی هستیم؟ بذار فکر کنم آمریکایی هستی، کاری به کارمون نداشته باشن. ویوا امریکا. هیری کریده. چرا عصبانی شو؟ اینا الان با آمریکایی‌ها تو جنگن. ای توف به این شانس. آقا ما هم موافقشون نیستیم، غلط کردم. دت فرام آمریکا.